امروز میخواهم داستان زنی را برایتان بازگو کنم که فقر و بیچیزی او را مجبور ساخت تا قدمی بردارد که از نظر بسیار نادرست بود. همان گونه که همه ما می‌دانیم در این روزگار هیچ کسی به کسی دیگری چیزی را رایگان نمی‌دهد. هر چیزی بهای دارد و در برابر هر خواسته‌ای توقعی وجود دارد. این داستان قصه زنی است که تنها برای خریدن لباس عید برای فرزندانش بناچار به دکان یکی از مردان محل رفت. از او خواهش کرد که لباسها را قسطی به او بدهد. مرد دکاندار نگاه کرد و در برابر لباسها چیز غیر قابل تصور خواست. من هجران هستم راوی این داستان و میخواهم برایتان بگویم چرا آن زن مجبور شد چنین قدمی بردارد و آن مرد چه کسی بود، سرنوشت آنها به کجا انجامید، چه عذاب‌هایی کشیدند. لطفاً تا آخر این داستان با من همراه باشید، چون پایانش میتواند چشم هر بیننده را پر از اشک کند و دل هر انسان را بلرزاند. اما پیش از آن از شما عزیزان خواهش میکنم که برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کلمه آمین را در کامنت ها بنویسید تا دعاهای شما شریک درد این مادر شود. و اما آغاز این داستان. روزگار زنی بود که زندگیش بسیار خوب بود. شوهر داشت، فرزند داشت، خانه گرم و پر از شادی. همیشه در خانه خنده بود، خوشی بود، آرامش بود. نه نگران لقمه نان بود، نه دغدغه‌ای برای پوشاک. هر وقت فرزندانش چیزی می‌خواستند، پدرشان فوراً برایشان تهیه می‌کرد و آن مادر نیز با تمام وجود با دل شکرگزار خدا را سپاس می‌گفت که خداوند همه چیز به او داده بود: شوهر خوب، فرزند، خانه و آرامش. اما روزگار همیشه به یک حال نمی ماند. ناگهان روزی رسید، روزی که تمام خوشی‌هایش به پایان رسید. همسر آن زن، ستون خانه‌اش، به طور ناگهانی از دنیا رفت. از همان روز آرامش آن خانه فرو ریخت. خانه‌ای که روزگاری پر از خنده، شادی و زندگی بود، ویران شد، خاموش شد. اما آن زن با تمام سختی دل قوی کرد. توانست حدود 1 سال پس از مرگ شوهرش با آرامش نسبی زندگی کند. چرا؟ چون اندک پسنداز مانده بود از شوهرش، همان پولی که با زحمت جمع شده بود برای روز مبادا. زن آن پول را به احتیاط خرج میکرد. مراقب بود تا فرزندانش گرسنه نمانند، لباس داشته باشند و کمبود پدر را حس نکنند. اما این اندوخته هم تا همیشه دوام نکرد. خرج زندگیش را از همان پسندازی که شوهرش گذاشته بود تامین میکرد. شکم فرزندانش را سیر می ساخت، با حساب و کتاب، با دل پر اما زبان بسته. اما زمانی که اندک پول تمام شد، درد اصلی تازه آغاز شد. سختی واقعی از همانجا شروع شد. گاهی نزد پدر و مادر خودش می رفت تا چیز بگیرد، گاهی به امید کمک در خانه برادرانش را می زد و گاهی همسر افکنده جلوی دروازه خانه پدر و مادر شوهرش می ایستاد. اما همیشه دست خالی برمیگشت، چیزی نصیبش نمیشد. زن درمانده دیگر چاره‌ای نداشت. مجبور شد در خانه های مردم کار کند. ظرف های مردم را میشست، لباس هایشان را میشست و با همین رنج و سختی 2 وعده غذای روزانه را برای فرزندانش فراهم میکرد. وقتی که عید نزدیک میشد یا عروسی در کوچه و محله در پیش بود، دل آن مادر از دیدن آرزوهای کوچک ولی پر امید فرزندانش میلرزید. به درد میآمد. او پولی نداشت، نه برای خرید لباس نو، نه کفش نو. اما فرزندانش که نمیدانستند مادرشان چی طوفان از سختی را پشت سر میگذراند، فقط با شوق و اصرار میگفتند: مادر، دیگر همه بچه ها لباس نو و کفش عیدشان را خریدن. ما چی؟ مادر جان، این بار برای ما هم لباس نو بگیر. فقط همین دفعه. قول میدهیم چیز بیشتری نخواهیم. و آن زن میدید نگاه معصوم بچه هایش را، آرزوهایشان را و دلش میریخت. اما چی میدانستند این فرزندان که مادرشان چطور برایشان لقمه نان جان میکند؟ چی میدانستند آن فرزندان که مادرشان هر روز با غیرت و عزت نفس، با دستان پینه بسته و دل زخمی با اجبارها و شرمندگیها مبارزه میکرد؟ اما فرزندان فقط شادی میخواستند، لبخند میخواستند، لباس نو میخواستند. و آن مادر، او تمام وجودش، تمام قلبش را میداد تا فقط برق شادی را در چشمان فرزندانش ببیند، حتی اگر در این راه مجبور میشد هر سختی را تحمل کند. این بار فرزندانش با فشاری بیشتر کرده بودند. یکیشان با بعضی گفته بود: مادر،
امسال باید برای ما لباس نو بخری. عید سال گذشته وقتی با لباسهای کهنه رفتیم همه دوستان به ما خندیدن. دیگری گفت این عید ما هم باید لباس و کفش نو داشته باشیم. ما هم باید خوشتیپ باشیم مثل بقیه. اما چی می‌دانستند آن فرزندان که مادرشان از صبح تا شام در خانه مردم کار میکرد، ظرف میشست، زمین میسابید، لباس میشست و خسته و درمانده به خانه باز میگشت با بدن گفته اما با دل پر از امید فقط برای لبخندشان. بالاخره مادر همان زن دلسوخته در دلش تصمیم گرفت امسال هر طوری که شده باید فرزندانم را خوشحال بسازم. با خودش گفت سال گذشته نتوانستم لباس نو برایشان بخرم. هیچ کدام از شیرینی ها و خوراکی هایی که دلشان میخواست برایشان نخریدم. فقط در سکوت سختی های روزگار را تحمل کردم. اما این بار نه. هر طوری که شده باید شادی در چشمانشان ببینم. از همان روز به سراغ خویشاوندان رفت با دل شکسته اما زبان خواهشگر. دست نیاز به سوی پدر و مادرش دراز کرد. از برادرانش کمک خواست. گفت فرزندانم خیلی اصرار دارند. عید نزدیک است. از شما کمک بخواهم فقط برای خوشحال کردن دلشان. باید برایشان لباس و کفش نو تهیه میکرد. باید دلشان را شاد میساخت. اما هیچ کس دستش را نگرفت. هیچ کمکی نکرد. پدر و مادرش با چهره غمگین گفتند دخترم خود ما هم در تنگ دستی هستیم. برای خودمان هم چیزی نخریده ایم. چی برسد که کمکی کنیم؟ برادرانش نیز با قاطعیت گفتند ما خودمان لباس نو نخریده ایم خواهر. چی کمکی از ما ساخته است؟ و وقتی به خانه پدر و مادر شوهرش رفت از آنجا هم چیز جز حرف و نصیحت نشنید. آنها با بی‌تفاوتی گفتند تو حالا دیگر تنها هستی. بهتر از دوباره ازدواج کنی. اگر مرد خوب پیدا شود هم تو را حمایت میکند هم فرزندانت را. شنیدن این جمله دل زن را لرزاند. امید دانست شاید اگر فقط به شادی خودش فکر میکرد شاید میتوانست دوباره ازدواج کند. اما با خودش گفت مردی که پدر باقی فرزندانم نیست چطور میتواند از ته دل آنها را دوست داشته باشد؟ شاید مرا خوشحال بسازد. اما آیا میتواند همان خوشبختی و امنیتی را که پدرشان برایشان فراهم میکرد دوباره برگرداند؟ زن در دلش تصمیم گرفت که هرگز ازدواج نکند. تمام سختی ها را به جان خرید اما فرزندانش را به دست سرنوشت و یک ناپدری نسپرد. وقتی از خانه بیرون آمد آفتاب سوزان بر سرش میتابید اما در دلش آتش بزرگتر شعله‌ور بود. با خودش گفت حالا چی کنم؟ کجا بروم؟ از کی کمک بخواهم؟ گذران را میدید اما همه برایش غریبه بودند. هیچ کس نمیدانست دل این زن چقدر شکسته است. هر دری که به نظرش میرسید شاید باز شود کوبید اما همه بسته بود. در دلش فقط یک سوال بار بار تکرار می شد. آیا برای شادی فرزندانم باید عزت و غرورم را بفروشم؟ اما در همان لحظه انگار صدای قلبش را می شنید. نه من هرگز نمی توانم چنین کاری انجام دهم. اما اگر هیچ راه دیگری باقی نمانده باشد چی؟ همین فکر ذهنش را مثل کوه سنگین می کرد. حس می کرد درماندگیش مثل دیوار و دورش کشیده. راهی نیست، دری نیست، نجات نیست. نمیدانست چی کند. حتی درون کیفش را نگاه کرد که کاملا خالی بود. فرزندان با شوق و اصرار منتظر بودند و در همه امیدها یکی یکی برای او بسته شده بود. حالا فقط یک راه در ذهنش میچرخید. به راهی فکر میکرد که هرگز نمیخواست پا بگذارد در آن. اما این بار این نقطه به یک پیچ سرنوشت ساز رسیده بود. با خود میگفت اگر تنها راهی برای شادی فرزندانم این است که ازدواج کنم شاید این کار را انجام بدهم. اما با چه کسی؟ در این زمان کوتاه فقط 2-3 روز مانده به عید. چه کسی حاضر می شود در این فرصت کم با زن بی‌پناه و با 3 فرزند ازدواج کند؟ و اگر هم کسی پیدا می شد مراسم و عقد را بعد از عید می گرفتند. پس این در را هم باید بسته شده دانست. این زن با دستان خالی و دل شکسته با چشمان پر از اشک به خانه برگشت. بی صدا گوشه نشست. سرش را بین زانوهایش پنهان کرد و فقط یک چیز در دلش بود. خدایا راهی نشانم بده. من فقط یک چیز را میدانم. در ذهنش این جمله تکرار میشد. حالا چی کنم؟ کجا بروم؟ از کی کمک بخواهم؟ در همین فکرها بود که ناگهان یاد حرفی از همسایه‌اش در ذهنش جرقه زد. چند روز پیش همان همسایه گفته بود مرد هست مغازه‌دار است. لباس و کفش را به صورت قسطی میدهد. اول لباس را میگیری بعد کم کم پولش را میدهی. دل زن یک لحظه لرزید. امید در چشمانش برق زد. اما همسایه‌اش ادامه داده بود فقط یک مسئله وجود دارد. باید بدانی که چطور قرضت را پرداخت میکنی. زن چیزی نگفت اما در دلش شعله از امید روشن شد. شاید این همان در بود
که سرنوشت برایش باز کرده بود. چهره فرزندانش در برابر چشمانش ظاهر شد. چهره فرزندانش در برابر چشمانش جان گرفت و از آن دلش با اشک در چشم و لرزش در صدا دعا کرد: یا الله، اگر این راه راست است آن را برایم آسان گردان و اگر در آن فتنه است مرا از آن دور بدار. با همین امید بیدرنگ به در خانه همسایش رفت و گفت: آن مغازه‌داری که گفتی لباس را قسطی می‌دهد کجاست؟ من باید برای فرزندانم لباس و کفش بخرم. همسایه آدرس مغازه و نام صاحب را به او داد، اما در کنارش با احتیاط گفت: ببین خواهر، این مغازه‌دار کم عجیب و غریب است، اما چیزش هم به همین سادگی نیست. همسایه با مکث گفت: شرایط دارد که همه نمی‌توانند آن را قبول کنند. زن با تعجب و نگرانی پرسید: چی شرایطی؟ چرا نباید بتوانم قبولش کنم؟ من فقط برای بچه‌هایم لباس می‌خواهم، مگر کار خلافی می‌کنم؟ همسایه آهی کشید و با نگاهی پر از تردید گفت: من چیزی نمیگویم، خودت برو ببین. در شرایط مناسب بود بپذیر، اگر نه برگرد. زن در دلش گفت: من هرگز قدم اشتباهی بر نمیدارم، فقط اگر شرایط درست و حلال بود میپذیرم، وگرنه حتی اگر دست خالی باشم باز میگردم. فردای آن روز زن با دل لرزان و امید مبهم به مغازه رفت. مغازه‌دار با لبخند ساختگی مانند همه فروشنده ها شروع به نشان دادن لباس ها کرد، اما زن بلافاصله او را متوقف کرد و گفت: برادر، قبل از این که لباس ها را نشانم بدهی حرفم را بشنو. من حالا پول ندارم، فقط شنیدم که شما لباس ها را به صورت قسطی می دهید. مغازه‌دار لبخندی زد و گفت: بله، ما لباس را قسطی می دهیم، اما قیمتش در این صورت کم بیشتر می شود و با یک شرط دیگر: بدون شرایط لباس به کسی نمی دهیم. زن با نگرانی گفت: چی شرطی؟ مرد آهسته‌تر و با نگاه معنیدار گفت: ببین، خیلی ها لباس را می برند و دیگر پول بر نمی گردانند. برای همین ما مطمئن می شویم که مشتری واقعا حاضر است در ازای لباس تعهد بدهد. زن گفت: تعهد؟ چی نوع تعهدی؟ من اگر قسطی بگیرم با کار خودم قسط ها را می دهم. مرد نگاه سنگینی به زن انداخت. زن با صدای آرام و صداقت در چشمایش گفت: پس شرایطت را واضح بگو. اگر نیاز به ضمانت یا سند هست انجام می دهم. من فقط برای چند فرزند بی لباس و کفش می خواهم، همین. مغازه‌دار لبخندی زد، کم جلوتر آمد و پرسید: خانم، تو سواد داری؟ می توانی بخوانی و بنویسی؟ زن با شرم آمیخته به افتخار گفت: کم می توانم بخوانم. مرد به زیر میز خم شد و دفتر کهنه اما منظم را بیرون کشید. این دفتر همه شرایط ما را نوشته دارد. راحت بخوان. اگر شرایط را قبول داشتی لباس ها و کفش ها را همین حالا برایت می دهم. زمان نزدیک های غروب بود. ساعت سر شب را نشان می داد. کوچه ها خلوت بود. چراغ مغازه ها یکی یکی خاموش می شد و دیگر کسی در خیابان ها دیده نمی شد. زن با دستان لرزان دفتری را که مغازه‌دار به سویش دراز کرده بود گرفت. دلش تند می تپید. با تردید نفس زنان دفتر را باز کرد و شروع کرد به خواندن، اما هنوز به اولین شرط نرسیده بود که چشمانش گرد شد و دستش شروع به لرزیدن کرد. در شرط اول نوشته شده بود: هر کس که برای لباس قسطی بیاید باید چیز عزیزتش را اینجا بگذارد، چیزی که ما آن را نگه می داریم تا نشانی باشد که تو دیگر فقط مال خودت نیستی تا وقتی که قرضت را کامل پرداخت نکرده ای، و اگر پولش را نیاوری آن چیزی که از تو داریم دیگر مال تو نخواهد بود و ما آن را در همه جا پخش می کنیم. هیچ کسی هم نمی تواند جلویش را بگیرد. زن نفسش را حبس کرد. قطره اشک از چشمش سرازیر شد. دلش شکست. مغزش پر شد از تصویر فرزندانش، چهره های کوچک و معصومه که هر روز با امید به او نگاه می کردن. اما همین لحظه حس عمیق و تاریک در وجودش زبانه کشید. ترس، شرم و خشم همه با هم. چشمانش به خط دوم افتاد. اگر این راه را نخواهی باید جوری دیگر حساب را صاف کنی. هر وقتی که مغازه‌دار خواست به هر جا که گفت باید بروی و هر کاری که خواست انجام بدهی، نه یک بار بلکه بارها و بارها. و اگر یک روز نیایی یا غیبت بزند آن چیزی که از تو داریم دیگر مال تو نیست و آن را در همه جا پخش خواهیم کرد. برای یک لحظه زن انگار در خودش گم شد. همه چیز دور سرش چرخید. تصویر خنده فرزندانش، صدای شادیشان در کوچه ها دلش را قلقلک داد و ذهنش فریاد زد:
فقط همین یک بار، فقط برای بچه هایم. در همان لحظه دو صدا در دلش پیچیدن. یکی صدای مادرانه‌ای که میگفت باید خوشحالشان کنی، باید لباس برایشان ببری، و دیگر صدای از ژرفای وجدانش که فریاد میزد تو مادر آنهایی، نه سایه سرشان. در دلش گذشت شاید فقط همین یک بار این کار را انجام بدهم. اما ناگهان انگار یک تلنگر محکم به جانش نشست. نه، این بهایی نبود که بتواند بپردازد، نه برای لباس، نه برای شادی که به قیمت خون دل و شرم باشد. این کاری که بتواند بعدش به آینه نگاه کند، با وجدان آرام بخوابد، مادر بماند. و هنوز تمام نشده بود. شرط سوم را که خواند، خون در رگ‌هایش یخ زد. اگر این دو شرط را قبول نداری، پس باید یک سند رسمی با جا بگذاری که تضمین قرضت را پرداخت میکنی. زن با چشمان خسته، دستان بیرمق و دل پر از درد تمام شروط را خوانده بود. اما در دلش چیز روشن شد. صدای آرام اما راسخ: شرط اول و دوم را هرگز قبول نخواهم کرد، چون من یک زن با عزت هستم. حتی اگر ته دیگ خانه ام را برای بچه هایم بتراشم، اما عزتم را هرگز نخواهم فروخت. برای لحظه فکر کرد، اما یادش آمد که حتی خانه هم به نام خودش ندارد، که اگر بخواهد سند قانونی بیاورد هیچ چیز در دست ندارد. به آن مرد گفت: من در یک خانه کرایی زندگی می کنم و خانه کرایه که نمی شود سند گذاشت. مغازه‌دار با بی‌اعتنایی گفت. از صندلی‌اش کمی عقب رفت، دستانش را روی میز گذاشت و با لبخند کنایه‌آمیز گفت: خب چی شد خانم؟ می توانی پرداخت کنی یا نه؟ زن آرام و بی کلام دفتر را بست، کتاب را آرام روی میز مغازه‌دار گذاشت و بدون اینکه حتی یک کلمه بگوید برگشت و رفت. زن چرخید و از آن مغازه بیرون شد. دلش سنگین‌تر از همیشه، چشمانش پر از اشک، بغض در گلویش خفه شده بود. قدم‌هایش آهسته، کشیده و شرمگین شده بود. از مغازه‌ای که با امید وارد شده بود، با خفت و درد و خاموشی بیرون می آمد. اما همین که از آن مغازه قدم بیرون گذاشت، درست در مقابلش چشمش به یک مغازه‌دار دیگر افتاد. مغازه‌دار دیگر در سکوت نشسته بود و زن را از دور نگاه می کرد. نگاهش به چهره خسته، غمزده و ناامید آن زن افتاد و انگار همه چیز را فهمید. او می دانست که آن مغازه‌دار فاسد چگونه زنان بی‌پناه و فقیر را به دروغ و تهدید و وعده فریب می دهد. در دلش گفت: این زن برای کار نادرست نیامده بود. او فقط با فقر، با گرسنگی، با نداشتن در حال جنگیدن است و او فقط برای لبخند چند طفل معصوم آمده بود. زن همچنان مات و مبهوت و تلخی تجربه لحظات پیش را با خود حمل می کرد. اما نگاه مرد باور آرام در دلش کاشت. مرد آرام و با صدای صادقانه گفت: خواهر، من روزه هستم، دروغ نمیگویم، هیچ نیت بدی ندارم، فقط میخواهم برای رضای خدا کمکت کنم. زن با چشمان پر از اشک و ناباوری به او نگاه کرد. صدای از درونش پرسید: آیا ممکن است؟ آیا هنوز انسانهایی هستند که به هیچ خواسته‌ای کمک کنند فقط برای خدا؟ و برای لحظه نور امید دوباره در دلش زبانه کشید. بله، هنوز هم انسان‌های نیکوکار وجود دارند، کسانی که هیچ شرطی نمیگذارند، هیچ انتظاری ندارند، فقط برای رضای خدا کمک میکنند. زن لحظه‌ای سکوت کرد. چشمانش پر از اشک بود. با صدای لرزان و بغض‌آلود گفت: اگر واقعا این طور است، من فقط 3 دست لباس برای فرزندانم میخواهم، نه بیشتر. مغازه‌دار لبخندی زد و چند دست لباس زیبا و تمیز از بهترین پارچه ها را آورد و به زن داد و با مهربانی گفت: اینها را ببر، به فرزندانت عیدی بده. هر وقت توانستی پولش را بیاور و اگر هم هرگز نتوانستی هیچ مشکلی نیست. من فقط برای رضای خدا این کار را میکنم. بعد از تمام آن تلخی ها، تمام آن خفت ها، تمام آن درهای بسته، این اولین بار بود که کسی بدون هیچ توقعی فقط برای خدا دست او را گرفت. زن لباس ها را گرفت و با چشمان اشک‌آلود اما دل پر بارها و بارها تشکر کرد. لبخند کوچک اما واقعی بعد از مدت‌ها بر لبش نشست. از مغازه بیرون شد. با دستان پر و قلب گرم با گام‌های تند به سمت خانه رفت. فقط با لباس، بلکه با عزتی که هنوز سالم مانده بود، با امیدی که دوباره زنده شده بود. مغازه‌دار، همان مرد مهربان، آهسته و آهسته بی صدا پشت سر زن راه افتاد. نه برای نظارت و نه برای ترس، فقط می‌خواست بداند این زن در کجا زندگی می‌کند. شاید برای کمک‌های بعدی و یا شاید برای اطمینان قلب خودش. وقت خانه زن را پیدا کرد،
برگشت. شب هنگام دوباره به مغازه‌اش برگشت و زن وقتی به خانه رسید فرزندانش دویدن به سمت او. چشمانشان برق میزد. فریاد زدند: مادر، مادر، لباس نو خریدی؟ و مادر با بغضی که حالا فقط از شوق بود لباسها را به آنها داد و آرام گفت: نه فقط لباس بلکه عزتمان را هم نگه داشتم. سکوت عمیق در دل خود احساس میکرد. چشمانش هنوز پر از اشک بود اما زبانش هیچ کلمه‌ای برای گفتن نداشت. فقط در دل آرام با خدا صحبت میکرد. از عمق وجودش یک آه بلند برخاست و بعد زانو زد در برابر پروردگار متعال. با صدای لرزان، چشمان اشک‌آلود و با دل شکسته شروع به دعا کرد: ای پروردگار، تو بهتر از هر کسی میدانی که من چقدر در درد، فقر و درماندگی هستم. تنها تویی که میتوانی در تاریکی این شب نوری برایم روشن کنی. اشک‌هایش بی‌وقفه جاری بود. خداوندا، تو میدانی که من در چه حالی هستم. من هیچگاه در برابر هیچ کس اشک نریختم جز در برابر تو و در درگاهت. دستان لرزانش را بلند کرد. تو همه چیز را میبینی. درست است؟ دنیای کوچک فرزندانم را که در دلشان خواسته هایی دارند و سکوت من و دستان خالی من. همه را تو میدانی. ای الله، من میدانم که تو بر هر چیز قادر هستی. زن همینطور که اشک میریخت دعا میکرد، نجوا میکرد، دل پر، زبان ساکت اما قلب آگاه. و در همان حالت اشک و نیایش با آرامی چشمهایش سنگین شد و در گوشه اتاق با دل شکرگزار خوابش گبرد. صبحگاه زن مثل همیشه از خواب بیدار شد. هوای خنک صبح آرام در حولی خانه میپیچید. مثل هر روز آرام آرام به کارهای روزمره اش رسید. اما وقتی قدم در حولی گذاشت و چشمش به زمین افتاد قدمهایش ناگهان متوقف شد. چشمانش از تعجب بزرگ شد. دهانش نیمه باز ماند. در کنار در یک باکت سفید رنگ روی زمین افتاده بود. بدون هیچ صدا، بدون هیچ علامت و بدون اینکه کسی را دیده باشد زن با سرعت خودش را رساند به آن پاکت. دستهایش می لرزید. قلبش با تپش عجیب می کوبید. آرام پاکت را برداشت. داخل آن یک بسته از پول پیچیده شده بود. زن برای چند لحظه خشکش زد. انگار نمی توانست حرکت کند. نمی دانست این خواب است یا حقیقت. ذهنش پر از سوال شد. نه صدای شنیده بود، نه کسی را دیده بود و نه نامه‌ای و یا نه نشانه‌ای. پس این شخص کی بود؟ آرام آرام با دستان لرزان پاکت را باز کرد. تکه تکه از اسکناس هایی که انگار تمام آرزوهای او را در خود داشتند پیش چشمانش برق زدند و در همان لحظه به اختیار چند لحظه بی حرکت استاد. از لبهایش فقط یک جمله بیرون می آمد: خداوندا، تو دعای مرا شنیدی. این بار اشکهایش دیگر از درد نبود. این اشکها اشک شکرگزاری بود. از ته دل، از ژرفای ایمان، از جایی که فقط بین بنده و پروردگارش وجود دارد. اما با تمام این اشکها یک سوال در دلش مانده بود. این کی بود؟ کدام بنده خدا؟ جواب دعایم را بی صدا رساند. زن هنوز هم با آن پاکت در آغوش، دلش پر از شکر و ذهنش پر از سوال بود. واقعا چه کسی این پول را برایم گذاشته بود؟ آیا ممکن است آن مرد نیکوکار، کسی که به هیچ شرطی لباسها را به من داد؟ بدون درنگ لحظه‌ای زن به سمت همان مغازه حرکت کرد. با قلب پر از امید و لب‌های پر از حق شناسی وارد مغازه شد و با احترام گفت: برادر، پول شما هر قدر که باشد من آمادم تا آن را پس بدهم. خداوند به من پول عطا کرده و من نمیخواهم قرض برگردنم بماند. مغازه‌دار مرد مومن و خوش سیرت نگاهی پرمهر به زن انداخت، سکوت کرد و سپس لبخند زد و گفت: این پولی که به دستت رسید قطعاً از طرف خداوند متعال بود و اگر دست من واسطه آن بوده افتخار من است. او لحظه‌ای مکث کرد و گفت: زن مؤمن و درستکار مثل تو برای من یادآور رحمت خداست. تو پاک ماندی و در زمانی که بسیاری سقوط میکنند من اگر تو اجازه بدهی میخواهم در زندگیت برای تو و فرزندانت نقش پدری و تکیه‌گاه را داشته باشم. زن لحظه‌ای به فکر فرو رفت اما سکوت پر از آرامش و برای اولین بار چیز در دلش گفت: این مرد همان کسی است که خدا برای ما فرستاده. و با قلب آرام درخواست او را پذیرفت. اما درست در همان لحظه اتفاقی افتاد که همه را شوکه کرد. مغازه‌دار فاسدی که در همان نزدیکی بود، همان که زن روز با دل شکسته
از مغازه‌اش بیرون شده بود، با دیدن عزت زن، با دیدن احترام مردم به او سقوط کرد، نه در بازار بلکه در چشم خلق و در پیشگاه خداوند متعال. آن مغازه‌دار فاسد که سالها با نیرنگ و خواسته های شومش زنان بی‌پناه را به دام می‌انداخت، نمی‌دانست که روزگار برای ظالمان هرگز مهربان نمی‌ماند. در همان لحظه که زن با عزت و ایمان مورد احترام و لطف قرار گرفته بود، زن دیگری با چشمان اشک‌آلود و صدای پر از خشم و رنج از مغازه آن مرد فاسد بیرون آمد. با صدای بلند فریاد زد، مردم کوچه را صدا کرد و حقیقت را گفت. خشم همه شعله‌ور شد. کسانی که پیش از آن از او لباس گرفته بودند یکی یکی جلو آمدند و پرده از راز پلیدش را برداشتند. آن مرد که گمان میکرد با زرنگیش همه را بازی داده، اکنون خود در دام رسوایی افتاد. مردم خشمگین شدند. پای پلیس به میان آمد و مغازه اش مهرلاک شد. او به دست قانون سپرده شد. در دادگاه تمام مدارک، تمام شواهد و حتی آن دفتر ننگین شروط به عنوان سند ثبت شد. نه راه فرار داشت، نه بهانه‌ای برای دروغ و در نهایت به سزای اعمالش رسید. و دعای آن زن با ایمان، همان دعایی که در تاریکی شب نجوا کرده بود: خدایا این مرد فاسد را در برابر چشمانم رسوا کن، به اجابت رسید. اما آن زن زندگیش از آن روز به بهشت زمینی تبدیل شد. دیگر نه دغدغه لباس داشت، نه نگرانی نان. خداوند مرد با ایمان و نیکسیرت را سر راهش قرار داده بود و خانه‌اش را پر از نور و آرامش کرد. ممنونم که تا پایان این داستان عبرت‌آموز با ما همراه بودید. یادمان باشد هرگز برای رسیدن به خواسته ها عزتمان را نفروشیم و ایمانمان را گم نکنیم. تا ویدیوی بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم.